ما همه با شنیدن سرود و موسیقی احتیاج داریم، زیرا شنیدن سرود و موسیقی حالت روحی و روانی ما را بهتر می‌گرداند. سلام تماشاگران عزیز و هواداران همیشگی برنامه‌های شبکه بهارستان. این برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیونی بهارستان است منظور شما و من باوری کامل دارم که با اشتراک همین دو سوریکان، با اشتراک قهرمان برنامه نوبتی و صحبتی که با قهرمان برنامه داریم به شما پسند میاد و اطمینان دارم که البته از تماشای همین برنامه پشیمان نمیشوید. ما بعد از چند لحظه مهمان برنامه رو به استودیو دعوت میکنیم. با شبکه بهارستان بمانید. تماشاگران عزیز، پیش از معرفی قهرمان برنامه نوبتی یادرس میشویم این دو سوریکانی که امروز در استودیو ما قرار دارند تربیت گیرندگان باغچه رقم 117 میباشند. خوش آمدید. بیاید برای خودتون یک قرصک میزنیم، یک قرصک بلند میزنیم و من مهمان برنامه رو به صحنه دعوت کنم. دعوت کنم یا دعوت نکنم؟ دعوت کنیم. سلامت باشید. دستپرور مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نوجوانان بهارستان پریناز اقنظر و مرحمت استقبال میگیریم. سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید پریناز. یک قرصک میزنیم اما کسا برای بهارستان. السلام علیکم. سلامت باشید و از دیدن شما بسیار شدیم. بسیار خوش آمدید به برنامه در مهمانی بهارستان. تشکر. و باور دارم که البته با این دو سوریکان یک صحبت جالب و خاطرمند خواهیم داشت و البته به سوال‌های این دو سوریکان پاسخ میگه شما. بار دیگر خوش آمدید به برنامه خودتون. تشکر زیاد. و تماشاگران عزیز، ما بعد از چند لحظه میگذاریم به قسمت سوال و جواب. با شبکه بهارستان بمانید. تماشاگران عزیز، این لحظه رسیدیم به قسمت سوال و جواب و این لحظه سوال‌هایی که الان اشتراکچیان آماده نمودند یک جای میشنویم و به سوال‌های خود پاسخ میگیریم. مرحمت کنید دست میبرداریم کی میخواهد سوال بدهد به قهرمانی ما؟ شما. اپر پریناز بافی چشما دوره کودکی خوب است یا دوره جوانی؟ سلامت باشید. من میگویم بچه جان هر دویش. کودکی این کودکی است، بازی میکنی، گریه میکنی. وقتی که کلان میشوی برای زندگی کوشش میکنی و میخوای که زندگیت زیبا باشد، هم کودکی و هم کلانی. سلامت باش. یک قرصک میزنید؟ هر دویش بچه جان. نام شما چی است؟ احمد جان. شما چند ساله هستی؟ 6 ساله. 6 ساله. شما باغچه میخونید نه؟ باغچه میروید؟ چی به شما در باغچه نشون میدهند؟ درس میخونیم در باغچه. درس میخونید در باغچه؟ باز چیکار میکنین در باغچه؟ بازی میکنیم. بازی میکنین نه؟ چی خیلی بازی میکنین؟ کنی بازیتون نمبر کنید. چی خیلی بازی میکنین شما؟ بازی چی بازی نخالی. چشم پوشکان میکنید؟ چشم پوشکان او شپک میکنید؟ با چی بازی میکنید؟ دیگه بازی نکنیم. دیگه بازی نمیکنید؟ خوب میروید؟ در نصف روزی چی میخورید؟ دسری من کاشه شیم بیرین. در نصف روزی چی؟ روزی چی گرچکا برش. مرجمک ها؟ برش با لذت است؟ با مزه است؟ خوراکو با مزه است؟ معلماتون جنگ نمیکنن؟ با جلوتون جنگ نمیکنید شما؟ نه؟ سلامت باشید. احمد جان نام داشتید. انکا احمد جان سوال شما رو من میشنوم. کنی مرحمت احمد جان سوالتون رو با پریناز بدهین. اپای پریناز شما کدام سرود مشهور کرد؟ راستی من سرود خیلی زیاد داشتم. از کودکی من سرود سراییدم و بسیارتر با سرود من پری هستم پری، با این سرود من مشهور شدم. من پری هستم پری. بیاید کنید برای احمد جان همون 4 مصرعش از زمزمه کنید شما سرودی من پری هستم پری رو. خوب شده است. دو سوریکان قرصک میزنن. نه که این سرود برای اون پریچهرهایی که دخترکا در اینجا هستن. میخوام که همین شیر بچه برای همین پریچهره ها یک قرصک زند به میخوام. بچه ها قرصک زنن برای دخترها. کم یک قرصک زنید بچه ها. آفرین. من پری هستم پری، گشته نکن سرسری، این دل من میبری، خواندنم کپکی داری، کرته من پرپری، حلقه به گوشم خری،
چاک گریبان داری مهر به دل پروری. سلامت باشید. سلامت باشید. سوال اکبرجان رو میشنویم. مرحمت. چرا دیگر کس رو انتخاب نکرده؟ چرا دیگر کس رو انتخاب نکرده؟ چایو مهرم خیلی زیاد به این سرودخوانی هم شد. میخواستم که سراینده شوم، بعدم همین کس رو انتخاب کردم چون این کس خیلی برای من ارزش دارد، مهم است و امروز به همین کسبم رسیدم. شکر. سلامت باشه. تشکر. یک قرصک میزنه. خب باز کی سوال دارد از این طرف؟ مرحمت شما. شما چگونه گل را دوست می‌دارید؟ نه چه خیلی سوال قینه. تشکر زیاد. همه گل ها رو من دوست می‌دارم. کدام نمودی گل رو دوست می‌دارید؟ همه رو. صدبرگ. خیلی بسیارتر گل لاله رو. بسیارتر گل لاله رو. بسیاری صدبرگ میگن برای من. اگر خواهید برای گل من سرود دارم خونم. گل را چیده چیده میروی تو، ما را دیده دیده میروی تو، ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده میروی تو، گویا نشنیده میروی تو. بهترین. سلامت باشید. این سرود میخواهم که برای دوست رویکا رسانم که این سرود از یک سراینده خیلی زیبا و خیلی فارم خرما و شیرین و که امروز در حیات نیستند. من میخوام از این دو سرویکان پرسم که کی سرود خوانده میتواند دست بردارد؟ کی سرود میخواند دست بردارد؟ شما هم سرود میخونید؟ چی سرود میخونید کنی؟ وطنی من جانی من، نوری تو چشمانی من، وطنی من جانی من، نوری تو چشمانی من، آوزی دل لوایم راحت و دوانی من، آوزی دل لوایم راحت و دوانی من. سلامت باشید. یک قرصک میزنیم برای این دو سرویک عزیز. اپای پروینا شما ماشین دارید؟ ها من ماشین دارم، من ماشین ندارم. نکی شما راننده میشه من در برات میشینم. راضی هستی؟ راضی هستی؟ اگر راضی نباشی من ماشین نمیگیرم. بارگودکان بازی کردن را دوست می‌دارید؟ میخوای یک جای بازی کنی؟ چه بازی را نغز میبینی؟ چی بازی میکنید؟ مثلا در اینجا چی بازی کرده میشود کنی؟ چه بازی کرده میخوایی؟ با دستو با دستای خیلی بازی میکنن کو؟ بیا کنی. شما اگر قرصک زنی ما بازی میکنیم. 1 2 3 رفتیم. 1 2 3 ای خیلی میکنیم. ای خیلی قرصک زن. با انا ای خیلی با بیا. انا یک قرصک برای میخوال چای. ما بسیار بازی کردن رو دوست میدارم. بهترین. روشین. نامت چی بود؟ نظمیه. این نام کی با شما مونده؟ نظمیه آچم. آچتون مونده که؟ نظمیه بهترین. بیاید برای نظمیه یک قرصک دیگر بزنیم. مرحمت نمیشیم. سلامت باشید. برای ما یسرو خان. اگر رقص کنید من میخونم. رقص میکنید شما؟ تماشاچیان عزیز این لحظه سرودی من پری هستم پری رو یک جای تماشا میکنیم. یک جای کودکان میرقصن، خوشحالی میکنن، خرسندی میکنن. برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. فقط با شبکه بهارستان بمونید. من پری هستم
тамошобинони азиз, фикр мекунам ки суруде ки айни замон шунидем якҷоя ҷолиб буд, шунидани буд ва рақсӣ ҳам буд. ин лаҳза саволҳои навбатиро мешунавем ва боз Париноз ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯяд. марҳамат, ки савол дорад? кани даст бардорад ранги ман? кани? Апай Паринос, чаро фарзандатонро наовардаед? фарзанда вақте ки ман омадам вай хоб буд. вай дар хоби ширин буд, барои ҳамин наовардам. лекин аз ин ҷо ки баромадам, ҳамаи шуморо мегирам, ба пеш фарзандам мебарам. розӣ ҳастед? саломат боша, як қарсак мезанем. апай Паринос, барои модар як суруд хонед. мехостам ки хотиррасон кунам ба ин дӯструакҳои ширинакҳо. ман вақте ки телевизиони Баҳористон як барномаи хеле ҷолиб дошт. агар дар ёд дошта бошед, барномае буд ки овози тиллоӣ буд. ва ман бо суруди модарам иштирок кардаму ва муваффақам шудам, чун бахши аввал буд. бо ҳамин суруди модарам муваффақ шудам. мехоҳам ки ҳамин сурудро барои шумо сарем. беҳтарин, марамат. اولین و آخرین مشکل کشایم مادرم، رهبر را انتظار و راهنمایم مادرم، خلوتی شبها سری گواره با پروردگار، هر نفس بگشادهی دستی دعایم مادرم. در سری میراب هستی بر فرزندان خود، در سری میراب هستی بر فرزندان خود، راست گفتی گوهری قیمت بهایم مادرم، راست گفتی گوهری قیمت بهایم مادرم. саломат бошед. ташаккур. як қарсак мезанем. سلامت باشید. ин лаҳза суруди модарро якҷоя тамошо мекунем ва баъдан мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб бо шабакаи Баҳористон бимонем. تو موجود هستی گرامی تره،
آقای پریناز شما یگان کس رو رنجانده این؟ تشکر زیاد. یگان راست گویم. من نمیخواهم که یگان کس را رنج دهم. من میخواهم که چیزی از دستم بیاید فقط دل کس را خرسند کنم، شاد گردانم. بله. ما باید کوشش کنیم که دل یک کس را خرسند کنیم که تا ما هم خرسند شویم. در باره اوز تلویزیون صحبت کردیم. کدام سال شما در این لایحه تلویزیونی شروع کرده بودید؟ سال 2014 اگر خطا نکنم 2014 من در شهر خاروخ اشتراک نمودم و خوشبختانه با این من صاحب همین کسبم شدم. با دستگیری تلویزیون باورستان بود که من در دانشگاه داخل شدم، دانشگاه رو ختم نمودم، هنر خود را بسیارتر هم سایقل دادم، پیش بردم. امروزه که در این صحنه بزرگ هستم من همه وقت شکرگزار میکنم. و واقعا این کسب رو دوست داشته و در کسب خود صادق مانده. بسیار. این لحظه سوال دوسترویکان رو میشنویم. کی سوال دارد دست میبردارد کنی؟ آقای پریناز شما از چی میترسید؟ سلامت باشید. شینید مرحبا. از فریب و نیرنگ و دروغ انسانیت میترسم. دیگر از یگان چی نمیترسم. آقای پریناز پخت و پز دوست میدارید؟ پخت و پز وقتی که انسان گشنه میماند دوست نمیداشتم، ولی وقتی که گشنه موندم یاد گرفتم بازی فقط میخوام که آشپز رقم یک شوم. سلامت خیلی دوست میدارم. لیکن آشپزان مشهور آشپزان رقم یک مردها هستند، میدونید؟ بله. بله. حقیقت است. سلامت باشید. تشکر برای شما. ما تماشاگران عزیز وقتی که مولانا نجم‌الدین ما رو با برنامه در مهمانی دعوت نمودیم در مورد چند فیلم با او هم صحبت شدیم و مولانا نجم‌الدین در یکی از فیلم هایی که مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان نواربرداری کرده بود روح به سوی ارزوها در اونجا نقش بازی کرده بود و در همان نقش ما یک نوار کوتاه رو نیز پیشنهاد کردیم و بعدا فهمیدیم که پریناز اغنظر و نیز در همان فیلم نقش آفرینی کرده است. بله. نقش یک دخترکی رو بازی کرده است که صدای خود رو میسنجد، میخواهد سراینده شود. میخواستم که در آن نقش پیش قدم باشم و خیلی کوشش کردم و آن نقش به شما گویم که اون نقش چی بود. بیاید یک پرچش رو بازی میکنیم اگر امکان باشد. در آنجا دو دخترک گفتن که من خیلی در یادم کمتر است، گفتن که من میترسم و من خیلی نگاه کردم و گفتم من اصلا نمیترسم، من آواز دارم، من از شما میگذرم، من جای اول رو میگیرم. کوشش کردم و همین نقش رو بازی کردم. با جای اول رو گرفته بوده در همون فیلم؟ در همون فیلم بله. سلام شد. یک قرصک میزنه. بهترین تشکر برای شما. تماشاگران عزیز بیاید این لحظه پارچه از همون فیلم رو یک جای تماشا میکنیم که پریناز برآمد نموده است و میبینیم که برآمدش چگونه بود و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. خوشنود از آن هستم که من زیبا وطن دارم، به هر سوی و کناری او بسه باغ و چمن دارم. آفرین دختر جان، استعدادی خوب داری، آوازی خدا داد، در صحنه آزاد هستی، همین قدر که فقط حرکت هایت کم ترک وسیع تر باشه. من فکر میکنم که البته این فیلم رو شما هم تماشاگران عزیز چند مرتبه تماشا کردید از شبکه بهارستان و از هنر و مهارت پریناز آگاه هستید. فکر میکنم که کمی هم باشن خسته شدن مثل این دوست رو یک. بیدم روش صحبت میکنیم که سلام علیکم. نامتون چی است؟ ابرار. ابرار چند ساله هستید؟ 5 ساله. 5 ساله هستید ابرار؟ بهترین. شما بسیارتر پول دوست می‌دارید یا بازیچه را؟ پول دوست می‌دارید؟ چند سومونه پول دوست می‌دارید؟ 10 سومونی. 10 سومونه؟ 5 سومونه، 1 سومونه، 50 سومونه را دوست نمی‌دارید؟ برای چی؟ نمیدونم. نمی‌دونید؟ در بیرون با دوستانتون یکم جنگ کردید؟ نه. او بچه که شما را آخرین بار در نزد خونتون زد کی بود وای؟ نمیدونم. شما بسیارتر برای چی گریه میکنید؟ نمیدونم. نمیدونید؟ گریه نمیکنید؟ گریه میکنید؟ سال
ساعت چنده خواب میخزید؟ با سوال شما چنین جواب میدم که ما همراه فرزندم، همراه پسرچه خوردککم همین ساعتهای 5:30 تا 6 میخزیم. بازی کرده، خندیده، همین ساعت 6 که شد ما از جوگخ میخزیم، با هم بازی میکنیم و نهاری میکنیم. سلامت باشید. تشکر. یک قرصد. آفرین پریناز، در کودکیتان چی خصلت داشتین؟ فقط یک خصلتم در نظرم است، در یادم است. فقط در بدخشان که من در خودم از بدخشان هستم، از نوعه روشان و خانه‌های ما در گرد و اطراف خانه‌های ما سنگ‌های کلان کلان و من فقط آرزو میکردم که سراینده که شوم از کودکی در بالای سنگ ششتم برآمدم و سرود خوانده. انا می خصلت رو من نقض میدیدم از خودم تا حاضر و فراموشم نکردم. سلامت باشید. یک قرصد. خوبی و بدی رو در چی میبینید؟ خوبی و بدی رو من اگر از انسانیت به نظر دارید، اگر شخص خوبی کند، حرمت کند، احترام کند، همون را خوبی میگن. بدی باشد برعکس، بدی کند میتونی بدی. ادا خوبی و بدی رو در همی میبینن. سلامت باشید. غیر از آزمون آواز طلایی باز در کدام آزمون ها شما شروع کردید؟ در یگانجا؟ در یگان آزمون شروع نکردید؟ نه. در کنسرت ها چی؟ در کنسرت ها بسیار آزمون رو به نظر گرفتید. من بغیر از آواز طلایی که اشتراک کردم، از همینجا من خلاصه گرفتم و بعد در دیگر بغیر از زمین آواز طلایی در دیگر آزمون ها من اشتراک نکردم. در زندگی چی بیشتر با شما مهم است؟ مهم است؟ در زندگی مهم است اینکه سلامتی انسان ها، فعالیت خودم، آرزوهای انمین دوست رویکا و فرزندانم مهم برای من همین است. یک سرانده باید از چی تنقیصی نداشته باشد در زندگی؟ در زندگی باید چی رو داشته باشد؟ در زندگی اگر نه تنها سراینده، حتی شما هم اگر دستیار داشته باشین، همون میتواند همه این مشکلات رو حل نماید. بله. تماشاگران عزیز، این لحظه باز یک سرود دیگر رو یک جای تماشا میکنیم. کودکان خوشحال میکنن، خرسنده میکنن و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید.
ادامه دارد برنامه ما. تماشابینان عزیز خسته نباشید و فکر میکنم که البته این صحبت برای شما بسیار جالب و خاطرمون بود و هم رقص ایستادیم، هم خورسندی، هم صحبت های شوق‌آور و اطمینان دارم که البته بعد تماشابین ما نیست این صحبت فورم است. پیش از جنبست برنامه یک چیز دیگر رو میخوام از شما بپرسم که برای چی برنامه کنسرتی خود رو برپا نمیکنید؟ اگر حساب کنم خیلی زیاد است ولی در ثبت که نمودم زیاده 35 36 تا سرود دارم من ثبت کردگی و کنسرتی که من میخواستم برپا نمایم حالا تیار نیستم. من وعده دادم در یک برنامه خودم من هیچگاه فراموش نمیسازم اون شخصانی که من وعده به شما دادم. من حتما این کنسرت خود را برای شما با دستگیری تلویزیونی باورستان با دیگه شبکه ها میتوانم پیشنهاد نمایم. سلامت باشید. با تماشابین خوردیم و چی گفتنی هستید از همین صحبتی که با کودکان داشتید چی برداشت کردید؟ با همین دوست رویکا من میخواهم که گویم که خسته نباشید، رنجانده نباشید، فقط خورسندی کنید. برای پدران و مادرانتون همیشه صحتمند و سلامت باشید و فقط گپ معلمه را گوش کنید، زیرا معلمه این دیگر شخص است. معلمه ما را به زندگیمون بر راه راست میبرد، حرف می آموزد، می نویسد، گفتار را یاد می دهد. برای همین با قوت شوید. سلام باشید. یک قرصه که بلند کنید. وطن دوستدار و مادر دوستدار باشید.
тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон ва бовари комил дорам ки албатта он чизе ки бароятон дар давоми чанд дақиқа пешниҳод шуд ҷолиби диққат буд ва итминон дорам ки бо барномаи нав шумо моро мунтазир ҳастед. мо аз пайи ҷустуҷӯи қаҳрамони барномаи навбатиамон мешавем ва то барномаи навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. итминон дорам ки албатта ҳар ҷое ҳастем саломату хонободу муваффақ хоҳем буд. то нашри навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон, хайр.